امروز میخوام با راجع به عادت صحبت کنم. چجوری عادتامون رو جوری تغییر بدیم که زندگیمون هم باهاش تغییر. من جدیدا یک کتاب خوندم به نام اتمیک هابیتس یا حالا ترجمه فارسیش میشه عادت‌های اتمی. این کتاب خیلی واسه خودم جالب بود و فکر می‌کنم شاید واسه تو هم جالب باشه. یه جوری بهت کمک میکنه که با یه دید منطقی به عادت درست کردن واسه خودت فکر کنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که عادت کردن به یه چیزی میتونه آگاهانه باشه، ولی اینجوریه. تو میتونی آگاهانه یه سری مراحل رو انجام بدی تا به عادت‌های خوب برسی. میخوای لاغر شی، میخوای شروع کنی دویدن، میخوای شروع کنی ورزش کردن، کتاب بخونی، گوشی رو بذاری کنار. با استفاده از این کتابی که خوندم، هم میتونی یه سری عادت‌ها رو واسه خودت بسازی، هم میتونی یه سری عادت‌ها رو از خودت دور کنی. اسم این کتاب اتمیک هابیتس. ترجمه فارسیش عادت‌های اتمی. عکسشو بالای صفحه میذارم. ما میتونیم عادتامون رو توی زندگی روزمره‌مون روز به روز یه سری عادت‌های خوب واسه خودمون درست کنیم. مثلا من اگه میخوام تو کارم بهتر بشم، تا یه سال دیگه افزایش حقوق بگیرم تو شرکتی که هستم، تو محل کاری که هستم، اصلا شاید فریلنسرم، کلا دنبال اینم که تو کارم پیشرفت کنم که حالا این میتونه حقوق باشه، یه موقعیت شغلی بهتر باشه، یه شرکت بهتر باشه، حتی یه کشور دیگه باشه، محیط کاری بهتر باشه، هر چی میتونه باشه. من به جای اینکه فکر کنم چجوری میتونم یهو یه حرکت خفن بزنم، یهو زندگیمو از این رو به اون رو کنم، بهتره که روز به روز یه سری عادت‌های خوب واسه خودم درست کنم که کلا مفهوم این کتاب اینه. عادت‌های اتمی واسه خودم درست کنم، عادت‌هایی که خیلی ریزن ولی وقتی یهو جمع میشن، وقتی یه سال انجامشون میدی، یهو به خودت میای میبینی یهو تغییر خیلی عظیم کردی که اصلا فکرشو نمی‌کردی. با یه سری اصلاحات کوچیک توی زندگیت و یه سری عادت‌های کوچیک درست کردن تو زندگیت بتونی موجبشون بشی، که به نظر من این خیلی مفهوم و کانسپت خفنیه واقعا. این 1% بهتر شدنه شاید تو یه هفته به نظر نیاد، ولی وقتی یه مدت زیادی ازش میگذره یا میبینی خیلی تغییر کردی با همین عادت‌های کوچیک. عادت‌های خواب بهتر، عادت‌های درس خوندن بهتر، عادت‌های کار کردن بهتر، عادت‌های تمرکز کردن بهتر و غیره و غیره، که من نظرم خیلی خفنه. واسه اینکه بتونیم یه سری عادت‌های خوب بسازیم و انگار مکانیزم عادت رو یاد بگیریم، باید اول با 4 تا مرحله اصلیش آشنا باشیم. ببینید کلا سیکل شکل گرفتن عادت 4 مرحله است. مرحله اول اسمش کیو، نشانه. یعنی چی؟ یعنی اگه من به قهوه اعتیاد داشته باشم و عادت داشته باشم که هر روز قهوه بخورم سر یه ساعت مشخصی، مثلا ساعت 11، یه ساعت 11 میشه، من ساعت رو میبینم، این واسه من یه کیوه، یه نشانه است، چون روزای پیش من همیشه ساعت 11 قهوه خوردم. این میشه مرحله اول، این یه نشونه است واسه من. مرحله دوم میشه کریوینگ یا هوس کردن. من ساعت 11 میبینم، ساعت 11 شد، من هفته پیش هر روز ساعت 11 قهوه خوردم، هوس قهوه کردم یهو. چرا؟ چون چون نشونه ساعت 11 رو دیدم. میریم مرحله سوم، ریسپانس، پاسخ. خب من الان هوس قهوه کردم، چجوری میتونم به این نیازم که یهو بهش پیدا کردم جواب بدم؟ میرم قهوه میخورم. اوکی، قهوه رو خوردم. میرم مرحله چهارم، ریوارد یا به فارسی جایزه‌ای که من از اون قهوه خوردن میگیرم، اون حس خوبه است، حالا اون اگه طعمش رو دوست داشته باشم، اون طعم جالبه و اون کافئینی که بهم میرسونه. پس من الان یه سیکل رو کامل کردم که این سیکل در نهایت باعث میشه من روزهای بعدی رم این عادت رو تکرار کنم، چون یه نشونه واسش داشتم ساعت 11، یه نشونه مشخص، یه هوس کردن خاص داشتم واسش، وقتی ساعت 11 رو میدیدم قهوه رو هوس میکنم، به نیازم پاسخ میدم، قهوه رو میخورم و مرحله چهارم یه حس خوب میگیرم. پس مغز با خودش میگه که خب دیوونه‌ای، خب اینو هر روز تکرار کن. دیوونه، هوس میکنی، میری انجامش میدی، حس خوب میگیری. دیوونه مگه تکرار نکنی؟ هر روز قهوه بخور. این شد استپا و مراحل تشکیل شدن عادت برای ما. حالا که با این مراحل آشنا شدیم، میتونیم بریم سراغ راههایی که چجوری میتونیم از این مراحلی که باعث میشن یه عادت تو ما درست بشه استفاده کنیم تا بتونیم رفتارهای خوبی تو خودمون درست کنیم. اولین قدم واسه به وجود آوردن یه عادت، اول مرحله رو یادت چی بود؟ یه نشونه. اولین قدم ما این میشه که اون نشونه رو تا میتونیم پررنگش کنیم تو زندگی. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من میخوام شروع کنم کتاب خوندن، که واقعا میخوام شروع کنم، خیلی وقت کتاب نخوندم و واقعا میخوام که دوباره تو زندگیم داشته باشم کتاب خوندن. من 3 تا راه بهت میگم که چجوری اون نشونه رو پررنگ‌تر کنی که یادت بمونه اون عادتت رو. اولیش میشه نشونه رو بصری کن. مثلا کتاب خونه با هم بریم جلو. من اگه میخوام یادم بمونه که کتاب بخونم، مثلا قبل خواب کتاب رو میذارم روی تخت خوابم، که بعدش خواستم برم بخوابم یه کتاب رو ببینم و یادم باشه می‌خواستم قبل خواب کتاب بخونم. مرحله 2 میشه رو هم گذاشتن عادت‌ها. یعنی چی؟ به عادتی فکر کن که همین الان داریش. مثلا قهوه خوردن سر صبح. عادتیه که الان داری،
کتابخونی عادتیه که میخوای بسازی. واسه همین اینا رو هم بذار. بگو بعد از اینکه قهوه صبحگاهی خوردم 10 دقیقه کتاب میخونم. یعنی وقتی میخوای بگی که من یه عادتی رو میخوام درست کنم، میخوام بیشتر کتاب بخونم، سعی کن وصلش کنی به عادتایی که همین الان داری. یا بذار پسشون یا بذار پیششون، یا بعد اون عادتایی که الان داری اون عادت جدیدی رو که میخوای درست کنی انجام بده، و یا قبلش. برای آخرم که خیلی پیچیده نیست، اینه که یه ریمایندر، یه دونه آلارم واسه خود بذار. ساعت 8 شب 9 شب اون تایمی که میخوای کتاب بخونی، حتما حواست باشه که تایمش رو مشخص کنی. اون تایم یه آلارم بذار که یه دوباره یادت بندازه که اون خواستی کتاب بخونی و شروع کنی کتاب خوندن. قدم 2 اینه که اون عادتی که میخوای درست کنی رو تا جایی که میتونی جذابش کن. تو خیلی احتمالش بیشتره که به یک کاری بچسبی اگه واسه جالب و جذاب باشه و بهت یه جایزه‌ای بده تاش. نه بذار چند تا رو هم واسه لذت بخش کردن عادت بهت بگم. اگه بعد از دوست داری یه چای داغ با شیرینی بخوری، اوکی، بگو من کتابم میخونم، چای داغ با شیرینیمم کنارش میخورم. سعی کن با یه چیزی که همین الان دوستش داری ترکیبش کنی. یه راه دیگه‌اش اینه که اجتماعیش کن. سعی کن با دوستا، یه دوست پسری یا دوست دختری، برید یه کافه آروم بشینید با هم کتاب بخونید بدون که کسی به کسی دیگه ای کاری داشته باشه. اینم یه راهش. قدم 3 اینه که اون عادتی که میخوای درست کنی آسونش کن اول. که اصلا بتونی بهش عادت کنی. اینقدر سخت نباشه که بگی بابا بیزار شی ازش، دیگه بگی بابا چه اشتباهی کردم. مثلا تو همین مثال کتابخونیمون یهو نگو اوکی من از فردا روزی 2 ساعت کتاب میخونم. بابا تو اصلا کتاب نخوندی، خیلی وقت کتاب نخوندی، یهو میخوای بشین 2 ساعت کتاب بخونی، اصلا نمیتونی تمرکز کنی روش. شروع کن بگو آقا من قرار 10 دقیقه یا 5 دقیقه، حتی 5 دقیقه هم اوکیه، 5 دقیقه یا 10 دقیقه کتاب میخونم. حالا آروم طی زمان به بیشترش میکنم، ولی شروعشو بذار اونجوری شروع کنی که انقدر سخت نباشه که همون لحظه اول، همون روز اول ازش زدش و بگی بابا اصلا وقت نمیکنم این همه کتاب بخونم. اگه اون عادتی که میخوای درست کنی تا حد ممکن آسون باشه، چیزی سخت نذاری که بعد حالا دنبالش بگردی. فکر کن حالا عادت میخوای درست کنی، حالا بعد دنبال یه چیزی هم بگردی که بتونی بهش عادت هم بکنی، میگی بابا ولش کن بس فیلم هم ببینم، دیوونه‌ای، بچه شدی ها. هرچی استکاکم هست سعی کن دور کنی از خودت. مثلا اگه میخوای کتاب بخونی ترجیحاً گوشی رو از خودت دور کن. اگه میخوای ورزش کنی ترجیحاً با دوستات خیلی صحبت نکن که یهو ببینید 10 دقیقه گذشته و هنوز تو حرکت بعدی تو نزدی. قدم 4 و قدم آخرم اینه که لذت بخشش کن. ببین کلا هیچ عادتی قرار نیست درست بشه واسه تو اگه تهش به خوش نگذره. میدونی حالا اونایی که باشگاه میرن اون حس خوبه بعد باشگاه، اونایی که قهوه میخورن اون حس با انرژی و جالبه بعد قهوه خوردن. کلا هر عادت دیگه ای اگه اون حس خوب و جالب باحال تهش نباشه هیچ وقت تبدیل به عادت واسط نمیشه، یا حداقل پایدار نخواهد بود واسط. با هر رفتاری یه جایزه‌ای بگیری احتمالش خیلی بیشتره که تکرارش کنی، و اگه هر رفتاری آخرش واسط لذت بخش باشه بازم احتمالش خیلی بیشتره که دوباره بری سراغش. یکی از لذت بخش‌ترین کارا فکر کنم واسه انسان‌ها اینه که یه چیزی رو انگار یه تیکی رو بزنن. سری لیست درست کن از اون عادتایی که قرار بوده بهشون پایبند باشی. وقتی اون عادت رو انجام میدی، حالا تو هم مثالمون 10 دقیقه کتاب رو خوندی، سری برو تو لیست تیکو بزن. این خیلی واسه من که داره خیلی حس لذت بخشید وقتی تیکی چیزی رو میزنی که آقا انجامش دادم. حس جالبیه. یه راه دیگه هم که عادت جذاب کنی اینه که یه جشنای ریز بگیر واسش وقتی انجامش میدی. مثلا اگه 10 دقیقه کتابتو خوندی، بعدش نمیدونم یه اسنکی که دوست داری، یه چیزی که دوست داری بخوری، یا یه حرکتی با خود بزن که یه حس انگار بگی yes اوکی بگو ایول، بگی ایول انجامش دادم، اون 10 دقیقه رو انجام دادم، 5 روز پشت سرم، یه هفته است پشت سرم من دارم هر روز 10 دقیقه کتاب میخونم. بابا دارم میگم یه پیتزا نگیریم ها، اینجوری باحالش کن، واسه خود جایزه بده آخرش. شاید لوس به نظر بیاد ولی به نظر من خیلی تاثیرگذاره. حالا این 4 تا تمام شد. خب اینا کلا 4 تا قدمی بودن که تو میتونی واسه تغییر دادن یه رفتار و یا واسه درست کردن یه عادت برداری. پس چی؟ 1 واضح کن عادتی که میخوای درست کنی، و 2 جذابش کن که اصلا بخوای اون عادت رو انجام بدی و به اون عادت پایبند بمونی. 3 آسون کن اون عادت رو. بابا یهو به خود سخت نگیر، آروم شروع کن، آسون باشه واسه اون عادت رو انجام بدی. و 4 اینه که بابا لذت بخشش کن، حال کن با خودت. آخرش یه حرکتی بزن که بهت حال بده که دلت بخواد دوباره اون عادت رو انجام بدی. یه چیزی هم بگم، خودم خیلی با این موضوع دست و پنجه نرم میکنم که بعضی موقع خب ما آدمیم دیگه، بالا پایین داره آدم. بعضی موقع آدم فکر میکنه که نکنه من اونقدرم ارادم باحال نیست، اونقدرم ارادم خفن نیست، اونقدرم با اراده نیستم. بابا آدما رو ببین، هر روز باشگاهشون میره، فلان میکنه، موفق، پولشو داره در میاره، فلان و فلان. حالا اون چیزایی که تو اینستاگرام فضای مجازی میبینیم یا حتی اون کسایی که دور و برمون داریم اونا رو میبینیم. یه موضوعی که هست به نظر من، خب اونا دمشون گرم، ممکنه واقعا با آدمای با اراده‌ای باشن، ولی محیط
خیلی مهمتر از اراده است. یعنی اگه تو یه محیطی داشته باشی که غذای خیلی بد، غذای فست فودی، غذای چرب توش نباشه، خب احتمالش خیلی کمتره که تو رژیمتو ول کنی و یهو 10 تا شیرینی بخوری باش سرم. میدونی محیط اگه محیطی باشه که به تو علم آموزی رو یادآوری میکنه، توی محیطی باشه که همه اطرافیانه، چه دوستا چه خانواده چه هرچی چه آشناها، در حال بهتر کردن خودشونن، در حال اینن که یه پیشرفتی بکنن، میدونی یه علم، یه چیزی در حال یادگیریان، در حال و فقط فکر و ذکرشون اینه که میدونید هی پیشرفت کنن، کار بهتر انجام بدن، کار خفن انجام بدن. خب اون محیط باعث میشه تو هم با اون سمتی بری. میدونی اراده تا یه جایی کشش داره. اگه تو کلا دور افرادی باشی که اصلا فکر و ذکرشون چیزا نیست، فقط دوست دارن حالا خوش بگذرونن، یه بیرونی برن که اونم باحاله، ولی خب هر چیزی جای خودش دیگه و زیاده روی هم تو هر چیزی خیلی جالب نیست. اگه تو اون محیط باشی که همه دنبال عشق حالن، برن بیرون امشب چیکار کنیم فلان کنیم و اینا، خب تو هم احتمالش خیلی کمه که برسی به کارت اهمیت بدی، فکر و ذکرت بهتر شدن توی کارت باشه. حرف آخرم که می‌خواستم بهت بزنم اینه که محیطتو درست انتخاب کن، یا حداقل اگه امکان اینو داری که بسازیش، محیطتو درست بساز. من حالا قبلش اینم بگم که من در جایگاهی نیستم کسی رو نصیحت کنم، اینا نصیحت نیست، کار چیزایی که واسه خودم عمل کرده. همین بود. میبینمت. مخلصیم تا مقص بعدی.